زمانی که مرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرا می رسد، به مسجد می آید و میگه هر کسی که اگر از من قصاص داره امروز وقت قصاص گرفتنه. همه به گریه میشن یا رسول الله، چی کسی میتونه از شما قصاص بگیره؟ یکی از اصحاب میخزه از جایش به نام عکاشه، صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میگه یا رسول الله من از شما قصاص میگیرم. همه دیگر صحابگان به حیرت میافتن چرا عکاشه این چنین میگه؟ میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که در جهاد بودیم شما با قمچین در پشت من زده بودیم، من همو قصاص را میخواهم از شما بگیرم. رسول معظم رحمت للعالمین حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگه نزدیک بیا ای عکاشه جان، میگه قمچینش بتین تا اینکه قصاص را بگیره. عکاش قمچین را تو دست میگیره، رسول خدا دستان مبارک را تو دیوال میگذاره، میگه ای عکاش اکنون بزن که ابوبکر یاری وفاداری رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخیزد. ای عکاش چی کار میکنی؟ تو مگر قلبت میشه که محبوب خدا را آزار بدی؟ مرا هزارها بزن ولی محمد را نزن ای عکاشه. هرچی که بخواهی از دارایی دنیا برایت میدیم، خاک پایت سرمه چشمانم شوه ای عکاشه، حبیب خدا را آزار ندی. عکاشه میگه نمیشه، من قصاص خود را میگیرم. حضرت عمر میخیزه، شیطان میشونید. اگه عمر تو یک کوچه گذر کرده دیگه از آنجا عبور نمیکرد. میگه ای عکاشه جان من قربانت باشه، هر عدالتی هر ثوابی که کردم همه را به تو میبخشم، بیا مرا هزاران در پوش نی در سر بزن ولی حبیب خدا را آزار ندی. عکاش قبول نمیکنه، عثمان ذوالنورین میگه نزین چونین قبول نمیکنه، حضرت علی کرم الله وجه میگه این چونین قبول نمیکنه، میگه من قصاص خود را میگیرم. تمام یاران همه به فغان میدرایم. عکاشه چگونه اون قلبت میشه که تو پشت حبیب خدا قمچین بزنی؟ عکاشه میگه این قصاص منه، من میخواهم بزنم. تو پشت رسول الله قمچین در دست ایستاده. عکاشه میگه یا رسول الله تو اون زمانی که شما مرا به قمچین زدی تن من عریان بود ولی شما تنتان پوشیده است، میگونه قصاص نمی شود، شما هم تن خود را عریان بکنین. رسول خدا کرته مبارک را بالا میکنن، عکاشه میبینید آغوش میکنه رسول خدا را، بوسه میکنه از مهر نبوت. میگه یا رسول الله مرا ببخش که من برای مهر نبوت شما این کار را کرده بودم. سر را در پیش پای حبیب خدا میگذاره یا رسول الله
عکاش را ببخشید. شما گفتین هر کی موری نبوت را ببینه آتش دوزخ برو حرام میگرده. از این سبب من این کار را کردم. کجا با یک قمچین شما عکاش آزار یابه؟ از چشم من مار بیگزه و در پای شما خار نخله. ای حبیب خدا، ببینین رسول خدا برای حق، برای آزار دادنی کسی تنی خود را عریان کرد و از عذاب الله ترسید. ولی امروز من و شما هزاران حق میخوریم. بیای اکنون توبه بکنیم. زود است که به وطن اصلی خیش برگردیم. همیشه یک سخن میگیم وقتی که از دنیا گذشتیم بعد مردم میفهمند که ما خاک قدم شما بودیم و خلاص. وقتی امروز یک نفر صحبت میکنه داره اشک میچکه، همه میگن این خود نشاندهی و فلان و فلان. اون چشم را خدا کور میکنه وقتی که از برای ریا کسی گریه کرد و برای ریا صحبت کرد و برای ریا یک کاری را کرد برای خود نشاندهی. الله از قلب من و شما آگاهه. خداوند ایمانهای ما و شما را مستحکم بگرداند تا اینکه هرگاه صدای قرآن و صدای حق را شنیدیم اشک من و شما مثل باران بباره. چقدر قلب انسان، وجود انسان، روح انسان آرامش پیدا میکنه.